یک دو سه. سلام خدمت شما عزیزان. ما اینجا در موکب سلام هستیم، موکب خدمات درمانی سلام که اولین موکب درمانی هستش که توسط افغانستانی‌های مقیم استان البرز توی ایران داره اداره میشه. امسال سال چهارمی هستش که با کمک‌های مردمی تو راه مشاهده نجف به کربلا برپا شده. از اونجایی که این موکب پشت تصویر این دکترها پرستارای باز از همشهری خودمون هستن اینجا حضور دارن که به زائران حسینی خدمت میکنن. ما اینجا خب در اینجا از خدمات دارویی، پزشکی و پرستاری، پانسمان، تسریقات و داروهایی که مثلا مورد نیاز زائران هستش اینجا ما ارائه می‌کنیم. به سلام هر ساله در عمود 705 برپا میشه.